سلام كمسك الختام. به نام خداوند بخشنده و مهربان. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درس امروزه حرف ح می باشد. برای یافتن مخرج آن پیش از این حرف الف و فتحه می گذاریم. اح. مخرج حرف ح این میانه حلق می باشد. اح. نه پایانی حلق. از پایان حلق حرف هی حوس می براید. اه. این باشد میانه حلق است. اح. حرف ح با فتحه چنین خوانده می شود. ح. با کسره چنین. حی. با ضمه چنین. حو. لبها به پیش برآورده می شوند. حو. حرف ح حرف چهار شکله بوده پیش از خودش و بعد از خودش به حرف دیگر پیوست می شود. در اول چنین نوشته می شود: از طرف راست به طرف چپ به حرف بعد از خود پیوست می شود. در بین چنین نوشته می شود: از طرف راست به طرف چپ به حرف پیش از خود و بعد از خود پیوست می شود. و در آخر چنین نوشته می شود: از طرف راست به طرف چپ به حرف پیش از خود پیوست می شود و قسمش از خط می گذرد. و در علاهیدگی چنین نوشته می شود: قسمش از خط می گذرد. اکنون بیایید با هم مثال ها را می خوانیم. مثال اول: ح فتحه ی سکون حی. مثال دوم: ح کسره لام سکون حل. مثال دیگر: ح فتحه جیم سکون حج. در اینجا حرف جیم با سکون آمده است. حرف قلقله می باشد، صدا می دهد. حج. مثال دیگر: ح فتحه سین فتحه نون سکون حسن. مثال دیگر: ح فتحه سین فتحه با سکون حسب. مثال دیگر: میم ضمه ح سکون سین کسره نون سکون محسن. مثال دیگر: الف کسره میم سکون تا فتحه ح فتحه نون فتحه امتحن. مثال دیگر: یا فتحه میم سکون تا فتحه ح کسره نون سکون یمتحن. مثال دیگر: الف کسره ح سکون تا فتحه میم فتحه لام فتحه احتمل. مثال دیگر: یا فتحه ح سکون تا فتحه میم کسره لام ضمه یحتمل. مثال دیگر: الف کسره ح سکون را فتحه نون سکون جیم فتحه میم فتحه احرنجم. و مثال آخر: یحرنجم. بیایید مثال ها را باری دیگر تکرار میکنیم. حی حل. حج حسن حسب محسن امتحن یمتحن احتمل یحتمل احرنجم یحرنجم.
این بود پایان درس امروزه. وظیفه خانگی قاعده شکل‌ها و مثال‌های حرف ح را در دفتری کاری خود بنویسید. سعی و کوشش کنید تا الفبای عربی را به آسانی آموخته به قرآن خوانی شروع کنید. در آخر دعا میکنیم که خداوند به شما آسان گرداند تا خواندن کتابش را تیزتر از خود کنید و اینچنین دعا را در حق ما فراموش نکنید. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.